جهت فراهم آوردن شرایط مساعد کاری در سمت تطبیق سیاست مالیوی حکومت جمهوری و تحکیم درآمد و خراجات بودجه دولتی بخشیده به استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی در نویه امیر سعید علی حمدانی با دستگیری وزارت مالیه جمهوری تاجیکستان برای کارمندان ریاست وزارت مالیه با خرج مبلغ‌های جمهوری بینای نو بنیاد می‌گردد. ساختمان انشاءات مذکور با جلب متخصصان ساختمانچان محلی ماه اپریل آغاز گردیده، آن باید سال روان مورد استفاده قرار داده شود. بینای نو ریاست مالیه از 3 آشیانه و تخانه با جایگیرکنانی، کتابخانه، بایگانی، حجره‌های کاری، 2 تالار خرد و مهمانخانه بنیاد شده. عین زمان کارهای ساختمانی در آشیانه دوم آن با صفت بلند جریان دارد. با اطلاع مسئولین، کارمندان ساحه سالیان زیاد که در بینای اجاره فعالیت دارند و با ساخته به استفاده دادن این انشاءات مشکلات جای داشته برطرف گردیده، شرایط لازمه کاری فراهم ورده می شود. مورد تذکر است که در دایره عملی گشتن این هدف با پشتیبانی از سیاست سازنده و بنیادکارانه پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امالی رحمان با تشبث وزارت مالیه جمهوری تاجیکستان در یک چند شهر و ناحیه ولایت خطان بیناهای نوی ریاست وزارت مالیه ساخته شده. همزمان چنین بیناهای مأموری موجوده نیز تعمیر و نوسازی گردید. از جمله در این دوره با اقدام مسئولین سرریاست وزارت مالیه جمهوری تاجیکستان در ولایت خطان بینای سرریاست از تعمیر اساسی برآورده و با دستگاه و تجهیزات زمانوی جهازانیده شد که امروز با استفاده از این شرایط کارمندان ساحه فعالیت خویش را با تکنولوژی معاصر براه ماندند. مسلم است که فراهم کردن چنین شرایط سازگار در همه بخش و ساحه بر رشد و پیشرفت مساعدت میکند. بینای نو ریاست وزارت مالیه در ناحیه امیر سعید علی حمدانی محض با در نظر داشت این و استقبال شایسته از جشن فرخنده 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان بنیاد و به استفاده داده می شود. طبق نقشه صحن بنا که آن در شفت قطعه سبزکاری و میدان نشان و پرچم دولتی نزد مقامات اجرا کننده دولتی با طلبات معماری قامت می افرازد، با شنیدن گل و نیالای آرایشی و چراغانکنی آباد و زیبا و سبز و خرم گردانیده می شود. با اطلاع مسئولین در ناحیه حمدانی تا روز تجلیل از این صحنه مهم تاریخی برای پیشرفت وضع اقتصادی و اجتماعی، تشکیل جایهای نوی کاری و تحکیم انفراستراکچور شهرک و دهات در مجموع ساختمان 360 انشاءات تعییناتشان گوناگون پیش بینی شده. از این شماره تا امروز بیش از 200 عدد آن از حساب همه سرچشمه‌های مبلغ گذاری بنیاد و مورد بهره برداری قرار داده شده است. در ادامه با صورت از روند چنین کارهای آبادانی امسال در قطار بینای نوی ریاست وزارت مالیه همچنین در ساحه‌های معارف، تندرستی، صنعت و دیگر بخش و ساحه‌های خواجگی خلق باید انشاءات اینا به استفاده داده شود که نتیجه این سازندگی‌ها با باز هم زیبا گشتن سیمای مرکز و دهات ناحیه مساعدت خواهد کرد.